خب برنامه رو دوستان گرامی ادامه میدیم. در حیات دسته نفتچی عضو دسته منتخب تاجیکستان ظاهر جورابویف در 20 وخوری در حیات اساسی نفتچی به میدان آمده 1724 دقیقه بازی کرده است. در یک بازی جام ازبکستان نیز شرکت ورزیده است. 4 کارت زرد و 1 کارت سرخ هم در امورش وجود دارد. بازیگر دیگری تاجیکستانی منوچهر سفروف در 23 وخوری اشتراک کرده 12 مرتبه در حیات اساسی و 11 مرتبه از حیات احتیاطی به میدان وارد شده است. 3 کارت زرد و 1 گل هم زده 1203 دقیقه در میدان بود. در جام ازبکستان نیز یک بازی گذرانیده است. منوچهر در وخوری با دیناموی سمرقند در لیگ برتر گل زده توپ را باز کرده است و در آن وخوری نفتچی با نتیجه 3-2 به کامیابی موفق گردیده است. در لیگ برتر ازبکستان باز یک بازیگر دسته منتخب تاجیکستان شهرام سمیف در کلوب فوتبال اندیجان هنرنمایی کرد و در موسم صاحب زینه نهم گردید. این دسته 6 غلبه، 12 مساوی و 8 باخت را به دست آورد. نسبت توپ‌هایش برابرند 36-36. اندیجان به حیث غالب جام ازبکستان سال آینده در بازی‌های لیگ چمپیون‌های 2 اشتراک خواهد کرد. شهرام سمیف باشد در 19 بازی شرکت کرده 15 مرتبه از کرسی احتیاطی به میدان آمد و 627 دقیقه در میدان بازی کرد. در 4 وخوری در حیات اساسی وارد میدان شده است. 2 گل هم زد. در جام ازبکستان باشد 5 بازی انجام داد و مؤلف 1 گل هم شد. نهایت رسیدیم به دسته متالورگ بکوبوت که در حیاتش عضو دسته منتخب تاجیکستان دلیر شریفوی تاجیکستانی بازی میکند. متالورگ در موسم امسالی فوتبال خوب ندرخشیده جای 13 را اشغال کرد و سال آینده در لیگ پرو بازی میکند، یعنی لیگ دوم ازبکستان. دلیر در حیات این دسته در 26 بازی به میدان آمده به دروازه حریفان 3 گل زد. 1398 دقیقه در میدان بازی بود و 12 مرتبه از کرسی احتیاطی به میدان آمد. 4 کارت زرد هم دارد. اصلا مهمش آن است که دلیر در بازی با چمپیون امسال نصف به دروازه این دسته گل زد. در این دسته همچنین دروازه‌بان ارگاشف 9 بازی انجام داده بعدا به تاجیکستان برگشت. 7 بازی در حیات اساسی و 2 مرتبه از حیات احتیاطی به میدان آمده است و در مجموع 662 دقیقه بازی کرده است و 1 کارت زرد هم داشت. به همین ترتیب لیگ برتر ازبکستان را المپیک تاشکند، متالورگ بکوبوت و لوکوموتیو تاشکند ترک کردند. و جدول مسابقه توجه کنید.